اما در مسئله این که بارک الله فیکم انسان 2 رکعت میخواند یا که 4 رکعت، البته حدیث صحیح اومده است در متفق علیه که والله اعلم اگر خطا نکنم در متفق علیه که البته حدیث 100% صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و میگن صلات اللیل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح توتر بهما قد صلى توتر برکعتین قد ما صلى. یعنی نماز شب 2 رکعت 2 رکعت است. و اگر کسی که ترسید که صبح فجر نزدیک شده است 1 رکعت نماز ویتر میخواند با اون چیزی که خونده است. این دلالت میکند که ما برای نماز شب یقینا حدیثی صحیح داریم که نماز شب رو بیان میکرد که 2 رکعت 2 رکعت. اما در مسئله نماز روز، نمازهای نفلی روز آیا حدیث داریم یا نداریم؟ البته بعضی روایت ها است که این چنین میگد که صلات اللیل و النهار مثنى مثنى، نماز شب و روز 2 رکعت 2 رکعت. البته انمین زیاده که نماز روز رو هم بر نماز شب روایت کرده است، علما و محدثین زیاده میگن که این شاذ است، این کلمه شاذ است، وارد کرده شده است، از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد نیست. بارک الله فیکم. یعنی حدیث شاذ حدیثی که یک انسانی یک نفر با یا که در یک انسان یک نفر تنها خودش با درجهش ضعیفتر است نسبت به دیگر انسان های حدیث صحیح. یعنی حدیث سست ضعیف نه، حدیث درجهش سستر مخالف حدیث های بسیار متواتر میبرد و مخالف حدیث صحیح میبرد. بارک الله فیکم. این حدیث ها شاذ میگن. پس این دلالت میکند که نماز روز نفلیش، عددی نماز روز نفلیش به حدیث صحیح ثابت نشده است که 2 رکعت است یا که نیست. اما علما بسیارشون فتوا میتن من باب این که این حدیث بعضشون صحیح کرده هستند، میگن رسول اکرم صلی الله علیه و در باب نماز شب سخن کردن و این چنین اجر زیاد است و همچنین حجت ها رو میارن و میگن که 2 رکعت خونده شود، 2 رکعت خونده شد. اما دلیل آشکار نیست. از همین جهت کسی خواست میتواند نمازی یعنی نفلی روز رو 2 رکعت یا که 4 رکعت خواند، هیچ باکی ندارد. 2 رکعت خواند یا که 4 رکعت خواند، برای که در این مسئله حدیثی صحیح وجود ندارد و همه حدیث هایی که اومده است برعکس نماز 4 رکعت رو بیان نموده است، نماز 4 رکعت رو بیان نموده است. بارک الله فیکم. یعنی در این مسئله شما میتونید که 2 رکعت خونید یا که میتونید که 4 رکعت خونید، باکی ندارد. بارک الله فیکم.